آقای فطرت، مسئله دیگری که شما یاد کردین از کلمه افغان که این رو نمیپذیرین. آیا افغان به دو معنا استفاده میشه، یکی به معنای عام و یکی به معنای خاص، که خاص همون یک قوم است مربوط به پشتونا میشه. بالا اما افغان که کلمه عامش به تمام شهروندای افغانستان اطلاق میشه، موافق هستین با این مسئله؟ چون مسئله واضح است، آشکار است که این دو مفهوم را افاده میکنه کلمه افغان. خب سوال بسیار سخت هم است، بسیار آسان هم است. من فکر میکنم که ما وقتی که از مادر تاجیک به دنیا آمدیم و هویت ما تاجیک است، مسئله هر است که ما پشتون نیستیم. پشتون برادرای دیگه ما هستن. همونطور که پیشتر احمدزی صاحب گفت که افغانستان اگر ما بیایم یک باغ تشبیه بکنیم، یک باغ میتونه با گلهای مختلف و متنوع زیبا باشه. ما افغان نیستم، ما یک شهروند افغانستان هستم، ولی افغان برادرای ما هستند در افغانستان. برادرای ما هستند که اونها را اسم دومشون پشتون است، ولی افغان بودن خود آمدین با یک نگاه تمامیت خواهانه و توافق طلبانه، همونطور که پیشتر گفتم، برتر جویانه بر کل افغانستان تحمیل کردین. یعنی این شما معنای عام و خاص را نمیپذیرین؟ معنای عام و خاص نداره. افغان نام دوم پشتون است، مترادف به پشتون. شما به اسناد تاریخی مراجعه بکنین، این مسئله حل است. شما اگر فکر نمیکنین که در تذکره هویت بالای مردم تحمیل میشه، بحث سرود ملی افغانستان را شما ببینید. در سرود ملی افغانستان زبان پشتو تحمیل شده، در بانگنوت‌های افغانستان زبان پشتو تحمیل شده، در نام افغانستان افغان تحمیل شده. مثل ازی شما برین تمام مثلا یک کشور یک سری از ارزش‌های بنیادین دارن که مردم اونا را نام دیگه شون افتخارات ملی میمونن. افتخارات ملی یک کشور سبب میشه که تمام شهروندای کشور در محور از او جمع شوند، بیاین اتحاد داشته باشن، بسیج شوند، متحد شوند و در برابر دشمنای افغانستان و کشور متحد باشن. ولی متاسفانه ما چیزی به عنوان افتخار ملی نداریم که کل مردم افغانستان به عنوان یک ملت در محور از او جمع شوند و داینه از او خود ببینن. در سرود ملی افغانستان زبان پشتو تحمیل است، در نام افغانستان زبان پشتو تحمیل است، در پرچم افغانستان حتی تحمیل است در مردم افغانستان خلاف ارادهشان. مسائلی را که پیشتر یاد کردم. با این وضعیت ما نمیتونیم که ما بریم به طرف ملت شدن. ما با این وضعیت نمیتونیم ما برویم یک افغانستان متحد و واحد بیم تمثیل بکنیم. هر زمانی که ما طرفدار تامین عدالت اجتماعی در افغانستان شدیم، همون زمان باز ما فکر میکنیم که ما یک ملت هستیم، ما برادر بزرگ و برادر کوچک در بین ما تعریف شدن نیست. ما میتونیم که افغانستان را بسازیم. الا با اینمی روی کرد، با اینمی سیاست، کسایی که میخواین در افغانستان سیاست کنن، یک سیاست کونه و فرسوده است که کاربرد نداره و ایرای را که میرن ایرا به گورستان است. تشکر. حالا وقفه کوتاه داریم و دوباره برمیگردیم.